و در مصاحبه روز از رهبر رادیویی مشعل محمد امین مدقق میپرسیم که آیا معلوم است که این ترکش عمل تروریستی بود و با چه هدف انجام شده است؟ مقامات تا به حال چیزی نگفتن، ولی بسیار واضح است که عمل تروریستی است، به خاطر از اینکه این بم در امو موتر جابجا شده بود که میوه ها را از پنجاب انتقال میداد و واضحا انفجار صورت گرفت. خوب در موتر میوه اگر بم نباشه، اگر کسی بم میگذاره او تصادفی نیست، برای که اون افراد ملکی هست، بنان حتما این واقعیت تروریستی است. شاید مقامات اعلان بکنه اما معلوم نیست چی کسی این کار را کرده. آقای مدقق، به اندیشه شما آیا هدف از چنین ترکیشی پرقربانی چی بوده میتواند؟ تراژدی پاکستان در همین است که در اونجا بعضا هیچ هدف معلوم نیست. به قرار گفته وزارت داخله پاکستان در او کشور در نتیجه ده ها سال جنگ و فروپاشی در حدود 60 گروه وجود دارد. تعدادی از گروه هایی که در طالبان هستند با وجودی که با اونا مذاکرات جریان داره، از این مذاکرات راضی نیستند. تعدادی گروه ها با استخبارات کشورهای مختلف مربوط هستند، بنان اونها با اونها این مهم نیست که هدف ملکی هست یا نظامی هست یا در اونجا افراد بیگناه چی میشه و میخواین اونمو یک گدودی را براه بندازند، چیزی دیگری نه. خبر ترکیش در حال میرسد که پاکستان برای آتش بس با گروه های مخالفین به خصوص طالبان به موافقه رسیده است. به اندیشه شما تا کجا عمر این آتش بس میتواند دراز باشد؟ طالبان رسما اعلامیه نشر کردن، نه تنهایی که این ترکش را محکوم کردن، بلکه گفتن هیچ ارتباطی با اینها نداره، اونها نکردن. اما مشکلی است، ما قسمی که پیشتر گفتم که در اونجا یک طالبان نیست، در حدود 60 گروپ وجود داره و حکومت پاکستان فعلا تنها با یکیش گپ میزنه. بنان آتش بس با یک گروپ برقرار است، ولی با 59 گروپ دیگر همچنان جنگ دوام داره. شما دیروز دیدین یک ترین ملکی را که تمام مسافرین بودن هدف قرار داده شد، 12 نفر کشته شد، با 10 نفر دیگه زخمی شد. بنان مشکل پاکستان خیلی عمیق است از اینکه با مذاکره با یک گروپ حل شود.